سلام دوستا سلام مرا پذیرا باشین. یک دختر برای شما میگم بسیار جالب است. بود نبود زیر آسمان کبود یک مرد کارگری بود. این مرد در یک دشت مصروف کار بود که ناگهان متوجه شد که یک شیر گیرد و دنبال گرفته. شیر دید فرمان به پای به فرار ماند. هر کجایی که رفت این شیرم از دنبالش رفت. حتی رفت پشت دیوار قایم شد، باز شیر را دنبال کرد. هر جدای در دشت و در هر کجایی که رفت بالاخره این شیر از پشتش رفت. ناگهان یک جای این مرد که به دختر رسید که اونجا یک چای حدودا یک 7 یا الی 8 متر اون چوپر است. این مرد تصمیم گرفت که من خود داخل از چا پرتم از پیش این شیر خود نجات بدم. این پشت خود دور داد گفت که من خود پرتم به پیش امود لب امود چا یک بوته خاری بسیار کلان هم بود. جس خود امود بوته خار گرفت مخواست خود داخل چا پرته که یک وقت متوجه شد که بیخی امود بوته خاره یک موش سیاه است یک موش سفید تون هم ریشه دیگه کنده رایسته که زودتر این مردکه داخل چا بیافته. و از بلند شد چا را سعی کرد، دید که یک اژدهار دانه باز گرفته است اند بالا که این مردکه بیای مستقیم میدان بوفته. باز این مردکه اون متوجه شد که نه، از مرگ هیچ وقت گریخته نمیشه. مرگ روز که پره بود مرگ در سراغ آدم میایه، گریخته نمیشه. خب به طور خلاصه کنم، شیر نبود، فرشته مرگ بود. بوته خارم عمر بود. موش سیاه و سفید هم شب و روز بود که در شب و روز ما میگذره. داخل چا که اژدهار بود و اژدهار نبود خبر بود که وقت اجل هر کجا ما را پیش مونه و در هر کجا ما هست. شب و روز ما مثل سیاه و سفید دور تیر میشه. شب و روز سفید شب سیاه دیگه. بوتم که عمر از خودش ما میدانین و اژدهار هم که قبر است بهتر فهمید. این ویدیو را در کسایی روان کنید که دل به دنیا محکم بسته و از مرگ غافل. ممنون شما.